باورش سخته، اما این اسطوره دوست داشتنی تو بچگیش به خاطر یه تشخیص اشتباه 14 ماه فلج بوده. 13 سالش بود که مریض شد و مصرف یه داروی اشتباه باعث شد 14 ماه از کمر به پایین فلج بشه. اما اون کم نیاورد و به کمک مادرش این وضعیت وحشتناک رو تحمل کرد. حتی امتحانات مدرسه‌اش رو هم با همون وضعیت داد و شاگرد اول شد. و در نهایت با تشخیص درست پدرش و یه دکتر دیگه خوب شد و به فوتبال برگشت. اون پسر بچه کسی نبود جز مهدی مهدوی کیا، پسری که خودش رو از اون شرایط سخت به قله فوتبال ایران رسوند. سال 2003 مرد سال فوتبال آسیا شد و تو فوتبال اروپا هم درخشید. موافقین که مهدی یکی از بهترین بازیکنان فوتبال تاریخ ایرانه؟ اگه دوستش دارین این پست رو لایک کنین و پیج تاریخ نویس رو فالو کنید.